قصه حسنک استاد بگید که واقعا جگر انسان ریش میشه وقتی در این کتاب میخونید. این یک فاجعه است. چرا مثلا به این طریق فاجعه‌ای این وزیر قدرتمند و نامداری محمود میکشد این استاد؟ ببینید اصلا حسنک کی است استاد؟ چرا این خیلی میشه سرنوشتش؟ حسنک بدونید حسنک یک شخصیت بسیار معروف و شخصیتی که همین دوستانی اصلا تاریخ بیهقی چند تراژدی دارد بسیار با درد بیان میکنه. تراژدی به خاطر اینکه با خوندن اون هر کس که بخواند اشک از چشمش میریزد. یکی از داستان‌های زیبای همین تاریخ داستانی بردار کردن حسنک وزیره. ببینید این وزیر بردار کرده می شود و اصلا مهم یکی از علتهای شکست ما در دوام 1000 سال تا امروز این چیز متاسفانه دیده می شود. ما همین در مسئله بها دادن ارزیابی کردن هموطن ما هم ملت ما در هر عصری که همین کار اگر شود یک اشتباه هست. بهانه کشتن این بهانه قرمطی بودن بود. حسنک به خاطر قرمطی. ببینید در عصری که محمود غزنوی در تاریخ همچون پادشاه متعصب مشهوره. این تعصب بسیار سخت مذهبی داشت. به مذهب اهل سنت بسیار پایبند بود و رویه‌های مخالف تعقیب میکرد، زندان میکرد و حتی میکشت. حتی بیهقی میگه که یک زمان با دربار بغداد وقتی که در مکاتبه بود اصلا نامه نوشت، گفت که من از بحر عباسیان انگشت در کردن حکومت میکنم و هر کی برای من معین شود که قرمطی است من او رو به دار میکشم. قرمطی اصلا هم پیروای رویه مذهبی شیعی اسماعیلی را میگفتند و اینها از بس که اینها با حکومت در اختلاف روی مستقیم بودند و دعوای حتی حکومت داشتند که ما اینو در سیمای دولت فاطمیان در مصر میبینیم و در بعدی در عصر سلجوقیان در اون دولتداری حسن صبا. اما این بهانه بود، گپ در دیگر جای بود. وقتی که این زندان کردن همکاری دربار ابوسهل زوزنی شد. ابوسهل زوزنی نسبت به حسنک نفرت داشت چون یک وقتی وزیر بودنش این همچون دربار این چندین قصیده داره. بله. وقتی که این میبیاید به دربار چیز کاری میشود خلاصه این از دربار میرانند، قبولش نمیکنند. همون کینه که این من از دربار رون در دلش میموند و وقتی که این کارها میشوند این فرار میکند. از همون زمان میبیاد به مسعود و این چون شاعر بود دبیر بود به مسعود یکی از آدمایی که از اول تا آخر سیاه کرده میستد همین. لیکن مسعود وقتی که در گذشته یک رسم بود بیهقی میگه وقتی پادشاه ها و وزیرها به قدرت می نشستند یکی از کاراشون همین بود که در زندان‌ها رو باز میکردن، میگفتن زندان‌ها رو آزاد کنید. یعنی به شکرانه اینکه من به قدرت رسیدم زندانی‌ها رو گناهکارا رو عفو میکردن، یعنی خیر میکردن، خدایی میکردن. میدونست که این همین گناهکارا رو آزاد میکنند. لیکن جرمی که بخشیده نمیشد یه جرم سیاسی بود در اون زمان که حکم قتل داشت، بد مذهبی بود. این حتی وقتی که محاکمش میکنن میگه من قرمطی نیست. حتی با زوزنی میگه که گوش کن زوزنی با جرمی قرمطی بودن یادت هست تو یک بار گرفتن زندانی کردن با من تو رو خلاصه آزاد کردن. این یک گویا خطای سیاسی کرد. خطاش چی بود؟ هر سال وقتی که کاروان حج میرفت یک نفر از دولت سرداری همون کاروان حج میشد، یعنی با اجازت یا با دستوری مستقیم سلطان. یک سال در زمانی که محمود سلطان بود این سرداری کاروان حج غمین خراسان شد و این کاروان که میرفت وقتی که وقتی برگشتن از حج یکی از راهان امین نبود. برای این کاروانی ها رو همیشه غارت میکردن و میکشتن. یک راه که راه امین نبود گفتن که به این راه نروید بر توسط مصر بیایید. اما مصر در دست فاطمیان بود. وقتی که خلیفه فاطمی فهمید که امیر غزنویان امیر خراسان می آید و اینها هرچند در چین این ماموران فرستاد فهمید آمد گفت که سردار کاروان دعوت کنید مهمانی. وقتی که در قلمروی و دولتی گفتن که خلیفه گفته است این آمد که بسیار احترام کرد
گفت ما همه مسلمانیم. اونا رقیب بله، داشت بله. چون فاطمیان رقیب عباسیان بودن. غزنویان و سامانیان و دیگر سلاله ها اینها در اطاعت عباسیان، یعنی مثلا مسئله سیاسی، یعنی دشمن بودن گو که به اینها. این قبول کرده نه، بسیار احترام کرد و جامش داد، اصلا هدیهش داد و به سلطان محمود هم هدیه داد، گفت که بررسان. اگه سلطان محمود صبر کرد به اینها دشمنه. وقتی که اینا آمدن خبر در دربار پیچید، خبر به بغداد رساندن. خلیفه بغداد ناراحت شد که چخیل تو با ما در اطاعت مایی با اون دشمنای من رفت آمد کردی. و وقتی نامه نوشتن، چند نامه نوشتن، حتی محمود اصلا ناراحت شد، ببین به این خلیفه هر حرف شده. خلیفه اصلا تحقیر کرد محمود، گوید که این گفت من همراه فرزندای من کلان شده است، اگر او قرمتی باشد منم قرمتی ام. تا این سطح پشتیبانی مثلا. و فقط خلیفه بغداد دید که نمیشد و قدرت دارید، گویا خواهش دارم همون گفت جامش فرستونیم، ما جامش آتش زدیم. جامعه فرستادگی هم خلیفه اینا آتش زدن. وقتی که محمود مرد، یک 3-4 سال پیش از این بهانه شد، چون دربار اون وقت آورد شد این که قرمتی است، همین بهانه کردن. و به خاطر اون که مسعود باور شود، این تشکیل کرد خود همین ابو سهل زوزنی یک نامه از نام خلیفه کردن که همین باید کشید. یعنی نامه از خلیفه آوردن. و حتی وقتی که این محاکمه بسیار جالب است. حتی کیرا نمیمونن اونجا گپ زنی وقتی ابو سهل زوزنی چیزی میگن تو خب که در پیش یک شخصیت این هرچند آراستا با یک وقار اومد در سود اشتراک کرد. و حسنک هم ببینید، حسنک برای چی مردم دوست می‌داشتن، این از یک خاندانی بسیار با نفوذ بود، یک دوم وزیر بود و محبوبی، بعد بسیار آدمی سخاوتمند بود، بسیار خوبی ها کرده بود. و یک نکته دیگه هم بگویم که خواننده شاید نداند، اصلا مورخان بر این باورن که میدونید این از فرزندای کی است؟ خاندان این به دیوشتیچ سغدی میرسد. وقتی که خانوادی دیوشتیچ عربا میکشن، یک گروه فرزنداش اومد میبینن در نیشاپور اینا میمونند، اینا در همین بماندگار میشن. در نسبنامه همین گفته میشود که حسن فرزندی محمد فرزندی فلان فلان میبینید فرزند آخرین فرزند دیواستی، یعنی همون دیوشتیچ سغدی، یعنی از خاندانی بسیار با نفوذ است. این یک دوم این محبوب است. ببینید بیهقی تمامی وقتی همین داستان ذکر میکند بدار کردنش با نفرت به ابو سهل زوزنی، با نفرت به مسعود، با نفرت به کسان. حتی میگد که به مردم گفتن که این قرمتی از سنگ زنید، میگد مردم همه زار میگریستن، کسی سنگ نمیزد. و میگد یک شاعری نیشاپور حتی اعتراض کرد، نیشاپوریان این نیشاپوری بود بسیار دوستش می‌داشتن. یک شاعری میگه نیشاپوری اعتراض کرد، نوشت که ببرید سرش را که سران را سر بود، آرایشی دهر و ملک را افسر بود، گر قرمتی و جهود و گر کافر بود، از تخت به دار بر شدن منکر بود. شعر میبرد که نخواد یک آدم در سطح سروزیر شما بیارید در حضور مردم همچون دشمن قتل کنه، یعنی با محکومیت است. و یک بود نکته با جالبی دیگر، اون داستانشه که بعد خیلی با سرش بینید، میگه از سرش به بغداد میفرستیم، بعد سرش نگاه میکنن، سرش هم مسخره میکند. بله از سوزنی. و از همه گفت و میگه جالب تر از این بیهقی میگه و جالب تر از این داستانی مادری حسنک است. مادرش زنده بود، میگن چند ماه میگود این حدیثی که فرزندت بردار شد از اون نهان داشتن، نگفتن به سرش. و وقتی میگه شنید این خبره، بیهقی میگه که او جزع و فریاد و فغان نکرد که چنان که زنان کنند، بلکه میگود خاموش استاد و میگود چنان میگود با درد گریست که زنانی دیگر از گریستن این خون گریستند. و گفت که بزرگ این پسرم بود، بزرگ مردا که پسری من بود، که پادشاه چون محمود این جهان بدو داد و پادشاه چون مسعود آن جهان. یعنی میگود بچه من شهید شد، محمود مثل محمود پادشاه او را وزیر کرد و مثل مسعود هم تمجید میکند، اما شهید یعنی اون جهان نداد، بچه من شهید شد. و این داستان به انجام میرسد و من فکر میکنم که زیباترین داستانی، هرچند تراژدی هست، هرچند بسیار مصیبت بار است، این داستان است که خواننده از این 1000 پند و 1000 عبرت میگیرد. استاد در همین تاریخ بیهقی برای تقویت دادن گپش، برای بسیار عبرت شدن، میگه این عبرت است، حکایه ها را میارد. بله. و نگاه بیهقی به
سامانیان اگر است در اینجا ببینیم تمام یک نگاه متفاوت از اون تاریخی که ما خواندیم، یک نگاه متفاوت دارد. یعنی ما قبلا این میخوندیم که مثلا نفوذ ترک‌ها شد و لشکر اومدن خیانت کردن، ولی از این حکایه هایی که مثلا بیهقی میورد یک خیانت های در خود دربار صورت گرفته است که این دولت از اینجا رفت. من میخوام استاد نگاه بیهقی تا اون حکایه‌ای که در اونجا میورد چی است با این آلی سامان؟ بیهقی با تاریخ، اصلا این تاریخ دانی بیهقی است، یعنی در تاریخ نویسی و تاریخ نگاری آدمی تصادف نیست. این که میگوید که و من تاریخ ها نگریستم و در تاریخ خلفا خوانده ام و در تاریخ سامانیان فرو نگریستم، معنای این دارد که یعنی من به سنت تاریخ نویسی تا خود بسیار آشنا هستم و نام چند مورخ هم حتی میبرد در فلان کتاب فلانی. اما درباره به سه خاندان بیشتر اهمیت میدهد، به بوسیان همچون خلیفه، به سامانیان و به صفاریان. اگر نگاهش به سامانیان بگوییم، مثل تمام مورخای ما که سامانیان پادشاهان نیکنامی تاریخی آیند، بسیار اصلا نشان میدهد که دربار محمود با وجود اینکه اینا جایگزینی در جای سامانیان، عنوان محمود و پسرانش امیر خراسان بود. اینا سلطان آدمای تملق کاری نمیگفتن، این عنوان رسمی محمود امیر بود. سلطان و پادشاه عالم مردم شاعرها و همینا میگفتن، یعنی اینها خودشون امیر خراسان میگفتن، همون عنوانی رو داشتن که سامانیان داشتن. و محمود به سامانیان، به سنت سامانیان احترام داشت. حتی وقتی میگن که یک وقت خزینه دربار حساب کردن، یک نفر که در دربار سامانیان کار میکرد گفت که در دربار سامانیان گفت خزینهشون چند بود سالانه؟ گفتن فلان. خدا رو شکر من از ویا حتی من ثروتمندترم. یعنی با چشم اکرام، با چشم تکریم و احترام مینگریست. اما شما میگید که دوگانه. بیهقی، من باری دیگه میگم، بیهقی مورخی دروغگو نیست، مورخی چاپلوس نیست، مورخی سیاه سفید گوید نیست، برعکس سیاه سیاه میگه، سفید سفید. او از در قطار تکریم و احترامی که مثلا ببینید با امیر، وقتی که امیر نصر کودک ذکر میکند میگه که این اصلا در کودکیش در 9-10 سالگیش پادشاه شد و وقتی که امر و سپارش میداد بچه جوان آخر بیشتر بدتر پشیمان میشد. بعد روش تربیت شدن او در دربار و روش یک پادشاه شد، میگه که پادشاه سراسیمه و دستورهای عجولانه میداد. اصلا میگه اون تربیت کردن ندیما چنان پادشاه شد که مثلا میگه اصلا در تاریخ یگانه شد، ذکر میکنند. لیکن پادشاهی در دربار آخری سامانیان دو سه چیز ذکر میکنند، دو سه کار، از جمله یک داستانی است که بسیار مثل همین داستانی حسنک بسیار رقت آور است، داستانی بسیار دردآور است. مناسبت پادشاهی آخری سامانی که اونها نه جسارت جنگ داشتن، نه لیاقت کشور اداره کردن داشتن، نه مردم از خود راضی نگه داشتن، با دلیل میارد. و از جمله اون داستانی میارد که اینا وقتی که خانیان یا که قرخانیان آمدند و میگه بخارا را گرفتن، اینا فرار کردن، اصلا به جای جنگ کردن اصلا خودشون امیرو فرار کردن رفتن. وقتی که اینا در آمدن میگه هوای همون بخارا به همین پادشاه قرخانی نفارید، گفت من این کشور ترک میکنم. گفت که این کشور نمونه هم خیلی، گفت یه اون کس نمونه از اولاد سامانیان. گفتن که هست خاندان. رفتن یک بچه رو آوردن، پسر این آوردن، پدر این پادشاه بود. گفت که من شنیدم که این مملکت به زور است. بچه جوان بودی، بچه جوان بود. گفت به زور است تو ملک گرفتن، تو پادشاه. من وقتی میگذارم تو این حد یعنی بله. دادن بله اصلا دست نشانده میشدین. بله. میگه تو در جای تو پادشاه هر وقت که اگر ضرور شد کسی تو رو تعرض کرد، دعوت کن، من میگم تو رو کمک میکنم، تو مورد حمایه منی، من بخار خزینه رو که همش خالی کرد، خزینه سامانیان رو برداشت و رفت. این پادشاه گذاشت. وقتی اون پادشاه فراری سامانی فهمید که این کارش رفته است، آمد با لشکری همراهش این برداشتن آوردن، گفتن که تو پادشاه همون حالتی آخری نمیگه بیهقی میگه ببین پسر عمکش بود. گفت عمک من اصلا دعوای پادشاهی ندارم و من آور از خانه. گفت پادشاهی من همین 3 روز یا 4 روز پادشاهی کردم، من دعوا ندارم پادشاه تو. گفت نه ببینید بیرحمی را. گفت تو در بالای این تخت نشستی، مزه این دربار و مزه این وظیفه رو میدونی، خلاصه تو تهدیدی برای ما. گفت بیاد کورش کنید. میگه این پسر، میگه اون فلانی که در اینجا حضور داشت به من نقل کرد که این پسر جزع کرد، گریه کرد، بسیار خواهش کرد که من از چشم جهان بین محروم نکنید، من اصلا هیچ دعوا ندارم، زندانم کنید. گفتن نه. میگه بخاری، میگه این جوان میگه
چشماش کور کردن. وقتی میگه چشماش کور کردن، این دیگه پیش واقعیت تریاس که دیگه کور است. میگه بعد گفت که ای گفت مردم بدانید که این دنیا گفت بی صاحب نیست. این آفریدگاری هست که همین کاری شما رو حساب میکنند و یک روز شما در پیشگاه تاریخ، در پیشگاه این آفریدگار جواب میدید. این سخن میبیارد، یعنی بزرگی رو میارد، حماقت هم میارد که تو کجا بعضی نماینده های خاندان سامانی به حماقت را دادند و دولت و تقدیری همون پادشاه استاد میاره، میگه به همین چیز میگه محمود و خودی همین پادشاه و این پادشاه که همین کار کرد به همین سرنوشت گرفتار شد. میگه که اینقدر فرومایه شد و اینقدر ناتوان شد که اسیر دستی همون سپهسالار شد و دو سپهسالار حتی میگه هیچ کاری نکرده بود. دو سپهسالار نصیحت کردن گفتن که پدر این فلان کارا کرده بود. این یک روز این پادشاه روز من گفت که چرا نامی تو رو گفت فلان چی گذاشتن، اما تو بزرگ گذاشتن، اما تو بزرگ نیستی. گفت با ما این میگه دعوت کردن، گفتم ما یک ضیافت آرستیم. میگه وقتی اومد ضیافت وارد شد، میگه قپیدن دستاشو بستن و میگه عیناً همون کاری که با پسرعمکش کرده بود، عیناً همون کارو کردن. سپهسالار ترکش و فائق و تاش، بله میگه اینا میگه فائق و اینا میگه این چشماشو کور کردن و میگه یک برادرش خواستن ماندن که محمود فهمید که این کارو کردن. محمود آمد برای قصدگیری، گفت که اگر چشمم به شما افتاد چشمی هر تا کور میکنم. و میگه اصلا مسعود برای قصدگیری این آمد که دیگه میگه اینا دیگه هیچی نمونده بودن و دولت متلاشی شد. استاد وقتی که همین تاریخ به حقیقت میخونیم درباره شراب زیاد میگه، امیر رفت شراب خوردم، اینجا شراب خورد و بعد بزم شراب آورست، ولی وقت میاد یه جا میگه که شراب آفت است و ضررهای شراب هم میگه. و قصه دو همون سرلشکر استاد بسیار جالب نقل میکنه. دو نفر چخیل اینا بعدم همین شراب میاندازن، غازی و اریاروق استاد بسیار همین هم بسیار جالب شهر میتونه. میگه که شراب آفت است و اینو میگه گرفتارشون میکنن به همین چیز، یعنی در همین شراب بندشون میکنن. و ببینید درباره محمود و درباره غزنویان هرچند اینا دعوای دینداری داشتند و اینها رو بعضا ملاها، من یک روز یک نوار دیدم، یک ملای کشور افغانستان این محمود میگفت این در قطار اولیا هست، گفت یک در اینترنت هست. اما در دربار اینا طوری که بیهقی میگه، طوری دیگه میگه اصلا رسم شراب خوردن رسمی بسیار معمول بود. هرچند اینا دیوان داشتن با نام محتسب در خیابان ها میگشت، کسی رو مست میگیره، حتی داستانی مست گرفتن اون یک حسیر نقل میکند. بله. در با جرم اومدن در راه، یعنی محتسب اصلا هیچ کس قاضی حکم میکرد، لیکن در داخلی دربار شراب نوشی یک عادت بسیار معمول بود. حتی من یک حالتی بسیار عجیب بگم، میگه که یک وقت زمانی مسعود بیشتر البته می نوشید، یک میگه خبری خوش آمد در دربار که فلان شهر این شد. میگه مسعود دوست نزدیکاش دعوت کرد که خبری خوش آمد، یک گپ داریم که ما میشویم. میگه که اینو باید جشن گیریم. خب گفتم بشینیم. میگه وقتی نشستن شروع شد، همون 3-4 نفر، یک از جمله یادم هست، یکیش پسری میمندی وزیر بود، عبدالرزاق، یک 4 نفر نزدیکشن. میگه نشستن، میگه وقتی فلانی 9 قدح نوشید، خیست گفت که اگر من زیادتر از این نوشم من بیادب میشم، من مست میشم، من اجازه دید. گفتن جواب. و یک دیگهش میگه برو سر 16 گفتم 14 بله 14 تا اومد گفت که من اجازه اونم شد. میگه آخران همین عبدالرزاق 19 تا که خورد، گفت سلطانم اجازه دید. من گفت از این زیادتر بیادبی نکنم فهمونم. و میگه خودی محمود این باقی میگه من همون خودی مسعود خودی مسعود میگه من همون شب نوبتدار بودم و همین چیز نگاه میکردم، حساب میکردم. میگه خودی مسعود 27 تا نوشید. بله عجیب ببینید، میگه 27 قدح نوشید و میگه که اما محمد مسعود از نگاه جسته بسیار پهلوان جسته بود. اصلا میگن که در بالای اسب مینشست، اسبا رش میشه میافتیدن، در بالای فیل مینشستین، یعنی تقریبا شاید 200 کیلو بودین. میگه این 27 همون قدح نوشید و میگه اصلا از جوش خست گویا که هیچی نشده باشد، رفت میگه دهانش شست، وضو گرفت و نماز خواند. بله. اما بعضی آدم ها در مستی کاری میگن که مستی و پستی، کاری پستی میکنن. چند نفر از جمله همین حسیری ندیم در دربار این جریمش میکنن، یعنی مقداری
پولی کلانش میگیرند و قصدش میگیرد و یعنی همین قصدگیری های داخلی بودن که این در دربار آخر بفته شد. یا یه جای دیگه میگه که این اریاروف میگه به خاطر اینکه گیران پهلوان بودونم میخواستن اون بند کنن راه نیافتن، گفتن که این مست کنیم، آدما رو آوردن مست کرد. این وقتی که مست شد بعد هر چی گفتن گیرید، در وقتی مستی اومدن گرفتنش. بله این چندین نفر رو بعد میگه آفت است، این میگه بلاهای را به سر همون نفرانی که مسئول بودن، منصب داشتن، وظیفه داشتن، میگه همین شراب می آورد. حتی بیهقی میگه که بعضی آدما میگن که همین شراب چیزی خوب است و آدم شاد میکنن. میگه درست شاد میکنن، اما وقتی که به خمار میافتی و به چی میافتی دردی سر میآورد و گفتی خودت میگه که این آفت میآورد. یعنی اگر معیار رعایت نکنید به شما آفت میارد و سبب بدنامی شما. یعنی ام وقتی که این گپ هم میگه از پس همون گپ چخیل 2 نفر سرلشکر، 2 نفر قدرتمند چخی از پا میافتونن. حتی یک نکته دیگر من از یک تاریخ دیگه بگم برای شما، حتی در خودی بیهقی و در نظام الملک است که یکی از نزدیکای همین محمود شراب مینوشد با محمود و وقتی که شب میخواد رفتن، محمود میگه ببین تو نرو، میگه به خانت نرم، در راه محتسب تو رو ندارد که من حتی ببینید چه قانون رعایت میشد، محتسب داشت من تو رو نمیتونم رها کردن. این راهبر دولت میگه که ما تو باز داشتن تو شب در همینجا خواب رفت، میگه نمیروم، میرود که در راه محتسب میدارد، اینا میبینن مست شخصیت همنشین میبیان درش میزنند، اصلا مجازاتش میکنن که تو مست نشدی. عجیب است استاد که در همون دوره چقدر قانون‌ها رعایت میشد. بسیار وقت امین مسعود میگه که من این کارو کردن نمیتونم برای شما. یک وقتی که مکتوب مینویسن یا کار میشه میگه من راهبر دولت هم باشم نمیتونم که کارو برای شما انجام بدم. بله خاطر آن که همین از رعایت قانون از جانب نفرای متنفذ از سلطان سرکرده تا وزیرا بسیار مهم بود. نظم بر هم میخورد. به خاطر همین کارو میکرد. یک چیز دیگه استاد شما درباره پهلوانی امین مسعود گفتید، ابوالفضل بیهقی وقتی تعلیم گرفتن همین هم میآورد، یعنی چه خیلی تعلیم رو چه خیلی بزرگ شد. یک گپی جالب میگه با فارسی چنان سخن گفتی که دیگران بیشتند و بینشستن تعجب کردن. یعنی در اون وقت وقتی که همه جو زبانی عربی بود، چگونه مثلا فارسی در دربار غزنویان قدر نفوذ داشت؟ یک نکته ما فراموش نکنیم، ما این چندین مورخ ما نوشتن خدمتی که غزنویان در گسترش زبان فارسی کردن هیچ سلسله دیگه نکرده است. حتی ما میبینیم که اصلا زبان فارسی گسترشی که در دربار محمود و در دربار مسعود دارد حتی در دربار سامانیان نداشت. چرا؟ به خاطر اون که غالب نوشته های زبان سامانیان زبان عربی است، چون اینها به هر صورت زمانی به عرب اینا نزدیکترن. یک دوم این که عربی، البته در دربار محمود هم بودن افرادی مثل حسن میمندی که کوشش کردن که اصلا گفتن که باید سعی کنیم که با عربی نویسیم که این هنر است و این آن. اما غزنویان یکم این که حضور گفتید درباره تربیت، خودی محمود هم آدمی باسواد بود، بعد این فرزنداش بسیار خوب تربیت. حتی ببینید یک نفر قاضی سعید است، اگر شما مشاهده کرده باشید، میگه که با قاضی سعید مسعود زیاد احترام میکرد چون استادش بود. یعنی اینها از دانش‌های مهمی همون زمان مثل فقه، مثل عقیده، مثل زبان آگاه بودن و خط می-نوشتن. و طوری که شما اشاره کردید میگه که در تمامی همین 10 سالی که این کتاب نوشته است فقط در 2 جا، اینا نژاداً ترک بودن، فقط در 2 جا میگوید که به خاطر اینکه درباریای تاجیک نفهمند، یعنی دربار نفهمند، در 2 جا میگه گوشکی میگه با ترکی گپ زد. در 2 جا دیگه همیشه میگه وقتی چون این پادشاه در سخن آمدی جهانیان باید که نظاره کردندی که دور پاشیدی و شکر شکستی. یا در جای دیگه میگه که اصلا من ندیدم پادشاه با این زیبایی با فارسی خط نویسد، خواند و نویسد که او اصلا میگه مینوشت، او مینوشت، مسعود مینوشت، اصلا میگه ما میگه که دبیرم کارم، اصلا ما تحریر نمیکردیم، این قدر زیبا و باسواد نمیشید. و اتفاقا خدمت بیهقی بزرگوار که رحمت حق بر روانش بود و دیگر مورخای ما این است که همین زبان گرامی داشتند. و غزنویان نه تنها در قلمرو خراسان، اینها وقتی که آمدن سرزمین هند تصرف کردن، زمینه حکومت 800 ساله زبان فارسی، گسترش فارسی رو در حدود هند همینها گذاشتن. و اینکه این زبانی که بعد پیدا شد با نام زبان اردو، زبان لشکر، یعنی زبان ارتباطی لشکر با مردم، یک زبان نفت به وجود آمد. و اینکه محمد اقبال در عصر 20، اگر میگیم که پادشاهی دربار برای خاطر پول میکردن، محمد اقبال در عصر 20 یک در دیوانش یک قصیده دارد بر مزار سلطان محمود
علیه الرحمه میگد که گنبد بر طرف او طرفی برین، گنبدی سلطان محمود است این، آن که چون کودک لب از کوثر بشست، گفت در گهواره نامی او نخست. این اشاره به شعر فردوسی است. یعنی این دربار، این حکومت برای گسترش زبان فارسی بسیار خدمت کرده است. وقتی که درباره از دیگر منابعی که در مکتب میونه در دانشگاه ها بعداً خوندیم، خیلی بد میدیدیم همین دوره محمد و همین دوره مسعود و محمود غزنوی رو در مجموع. ولی کتاب یه چیزی جالب دیگر داره استاد. جورج یک جشن میارد، مهرگان و صده و نوروز، میگه هر سال اینا جشن میگیریم و بسیار دوست میداشت میگه این جشنای همین مهرگان و صده را که چرا اینقدر گیرامی میداشتن اینا، این صده و مهرگان و نوروز. این پادشاهانی که به قول غازی بودند و جهاد کردند و هندوستان فتح کردند استاد. ببینید یک مان برای اینکه سخنی بی تعصب باشد، یک دانشمندی بسیار خاورشناسی بسیار معروف، مورخ توانای بریتانیا هست، کلیفورد باسورد. این یک کتاب دارد، 3 کتاب دارد درباره غزنویان. این میگه که این اصلا ذکر میکند که میگه این دربار، این حکومت ایرانی بود. میگه این اصلا در کتابش میگه همین غزنویان هست. میتونید این کتاب با انگلیسی هست، ترجمه هم با فارسی شده است، میتونید این گپ ببینید. این یک نکته. نکته دوم، دلیل اون این مناسبتی که ما تاجیک ها داریم با محمود به دو سه سبب است. یکم این که طوری که ما از بس که به سامانیان محبت داریم و این جای سامانیان رو گرفت، ما همچنین آدمی دینه به جای سامانیان آمده. یا کتاب بیهقی میگه اون لشکری که به این جنگ است میگه سامانیان بیزد و حکومت گرفت، ما این همچنین جای با نسبت به رشک. دو به خاطر اون که این نژادن از این پدرش سبکتگینی ترک است، مادرش یک شاهزاده خانمی زابلی تاجیک. اولی خاطر این بیشتر محمودی زابلی میگویند، لیکن پرورده در محیط تاجیکیه. ما به خاطر منسوبیت نژادی این باید چی نکنیم. و دلیل دیگر که چرا، دو دلیل دیگر که چرا ما نسبت به یک کمی حساسیت داریم، این یک داستانی بسیار معروفی رنجیدن فردوسی است. بله. از این یعنی شاهنامه را قدر نکردن. حتی جامی در یک شعرش میگه که گذشت شفقت محمود و در زمانه نماند، جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی. یعنی فسانه میگودینه. چرا از نگاه تاریخی همین داستانی محمود و فردوسی از نگاه تاریخی بسیار یعنی معتبر و مستند نیست. حتی یک دانشمندی ایرانی 2 جلد کتاب دارد، در این همین چیز نقد میکنند. این یک اشاره میشه در همین کتابی 4 مقاله نظامی عروضی و یک اشاره دیگر در تاریخ سیستان است و او حتی میگه اینا چی به در این کتاب راه یافتند. یعنی شاید چیزی باشد، البته نمیشه این پورا رد کرد، اما به هر صورت از نگاه علم تاریخ همین چیز سندی مستقیم و دلیلی با قاطعیت تاریخی ندارد. حتی مورخ‌ها، دانشمندان مشهور از ایران سر کرده تا دانشمندان غرب، منسوبیت همون قصیده معروف حجونامه حتی باز فردوسی نسبت میگن از نگاه میگن اصلا چی ندارد، یعنی منسوب بودنش 100% نیست، میگن این چیز جعلیه تا این جانب. و دلیل آخر که ما نسبت به محمود، البته این دلیلی که میگم دلیل نادرست هم نیست، از نگاهی مذهبی اگر با این ما مقایسه کنیم با یعقوب لیث یا با سامانیان، تعصب مذهبی داشت و پیروان اقلیتی همون زمان، اقلیت شیعه همون زمان، بسیار با بیرحمی رفتار میکرد. از جمله وقتی که شهر رای را گرفت و در شهر رای پیروان این مذهب بودن، اونها رو بسیار با بیرحمی کشت و اون مردم از بین نرفتن، داخل بودن، اون مردم نوشتن. یعنی این مسئله هست، این نمیشه این کار کردن. یعنی یک چیزی هست که ما وقتی که اصلا من فکر میکنم که در تاریخ وقتی که ما شخصیت‌ها رو ارزیابی میکنیم باید منصف باشیم. وقتی که ما نسبت به یک کس خیلی محبت داریم، میگن که به همون اندازه که محبت عاشق شدن، میگن چشم آدمو کور میکنن. وقتی شما به همون اندازه محبت دارید، خصوصا این چیز به نفرایی که میخوان که تاریخ بیاموزند و تاریخ تحقیق کنن، شما وقتی که محبت دارید شما نمیتونید همین واقعیت گفتن. وقتی نفرت هم دارید، چون شما نفرت دارید فقط باید نفرت بگید، باید منصفانه باشد، در ترازو برکشید. من شخصا به حیث یک نفری که یک کمی در این باره تحقیق کردم،
من با پرسناژ های تاریخی، با شخصیت های تاریخی انصافا میخوام مثل همون در چیزی که گفتم اشاره کردم از سبق بیاموزم، سبق های کارهای خوبشون هم من گفتم که اینا برای زبانی فارسی خدمت کردن، اما این تعصبای ناروایی که داشتن که از این تعصبای ناروا ما همیشه تاجیک ضرر دیده است. یعنی از همین تقسیم شوی مذهب و از این فرقه گرایی هیچ قومی در جهان اسلام به اندازه تاجیک ضرر ندیده است، چون ما دو تقسیم شدیم. یک گروهی مثلا ما اگر از این نگاه اگر بینیم، ما اگر از نگاه مذهبی تاریخ بررسی کنیم، ما تاجیکا شخصا ضرر میکنیم. چرا؟ ما شخصیت‌های مثل فردوسی یا مثل ناصری خسرو یا شخصیت‌های تاریخ داریم که باید چیکار کنیم؟ باید بعضی ها گوین که فلانی مذهبش این بود، باید این موضوع. به این خاطر تاریخ من بار دیگه میگم از نگاه داوری خو از نگاه مذهبی کنید، حتی از نگاه قومی هم اگر کنید جور نمیآید. چرا؟ به خاطر اینکه شما فقط باید از قوم خودتون برجسته کنید، پادشاه خودتون، دیگران نه. یا که از نگاه طوری که مارکسیستا کردن از نگاه صنفی، همین پادشاه رو فقط بد میدیدن، شورشگرا رو دوست می‌داشتن. نه، تاریخ من فکر میکنم که تاریخ باید منصفانه، عادلانه باشد. شما آنچه که هست بخونید، بعد عقل و فراست که خدا داده است با شما بررسی کنید، بگید که کی خوب بود کی نه. این مهرگان و صدر جشن از مهر سامونیان بود، این شما اشاره نکرد. انا به این سوال برگشتیم. اما مهرگان برای اینکه اگر نمیگفتیم ناگفته میموند. اما مهرگان سنا ببینید، دربار غزنویان یک دربار تاجیکی بود، یک درباری بود که سنن تاجیکی، زبانی ما که زبانی فارسی نام داشت و دارد، بسیار ارج گذاشته میشد و محمود و پادشاهان دیگری غزنوی اصلا خودشونم که ما ترک باشیم گفتن نمیگوین. همین من سوال بودم. من مثال میارم. نامه محمود هست به خلیفه بغداد و نامه نوشت، گیله کرد، گفت چرا؟ گفت من گفت برای اسلام لشکر میکشم، به هند میروم، برای درباری شما گفت شما با پادشاه قره‌خانی، با این پادشاهی که در آسیا من حکومت میکرد، چرا اون گفت عنوان دادید؟ عنوان دادن. میدونید خلیفه به این چی جواب مینویسد؟ این در تاریخ در سرچشمه است، میگه که تو میگی یک پادشاهی بزرگی، یک پادشاهی معتبری، اون میگه پادشاه قره‌خانی میگه، اون میگه یک ترک است و نادان است. اون یک ترک است و نادان. این گپی که در تاریخ است. اگر یک از تاجیک، اگر تاجیکم، یک نفر من یک تاجیک گوید دیگر، من میبخشید گردنش میکنم که من تاجیک بودم افتخار دارم. تاجیک بودن برای من افتخاری من است. خدا من تاجیک آفریده است. من هیچ قوم رو پس نمیزنم، اما از به سرنوشت خدا راضیم و به خاطر اینکه ثابت کنم که به این تمدن، به این فرهنگ صداقت دارم. اصلا کسی که در مقابل تمدن و فرهنگ من گپ زند، در مقابل من میشورم. اگر تعصبی ترکی داشته باشد، همین گپ در تاریخ راه میابد، در درباری خودش نوشته شده است. این نکته دوم. سوم نکته، گرامی داشتی صدا، اصلا نوروز، مهرگان، صدا، برای اینکه بفهمد بیننده شما که چقدر درباری محمود و مسعود بعد مهرگان احترام داشتن. زیاد در این کتاب نشر بود. میگه که باید فلان جو یک لشکرکشی میرفتن، میگه لشکرکشی گفتن که باید فلان جو باید لشکرکشی میره به یک جو، گفت که استید، گفت جشن صدا رو گذرانیم بعد رویم. یعنی صدا مثل اینکه امروز ما جشن مثال استقلال میگذرانیم یا جشن های ملی و در این جشن برای این جشن، یعنی اون جشن رسمی بود، جشن دولتی بود، گفت بیست صدر گذارم. یا کی میگه اصلا یک هفته میگفت ما در جشن صدر و جمع کردیم، هیزم جمع کردیم چون آتش میکرد. یا که در جشن مهرگان اصلا جشن مهرگان بزرگ اگه خیلی سال نو جشن میگیرن، نوروز جشن میگیرن، یک جشن بزرگ دولتی بود در غزنوی. اونا سه جشن داشتن غزنویان: نوروز، صدر و مهرگان. جشن‌های مذهبی رمضان قربان هستن، در سطح بالا اونم جشن میگیرن، لیکن به اندازه این سه جشن چرا اینا جشن این سرزمین بودن؟ یک دوم، اینا جشن‌هایی بودن که در این جشن‌ها حتما مجلس شراب میشد. در جشن قربان رمضان که نمیشد، اینا جشن شراب میشد و اینا اهل شراب می نوشیدن. بعد نکته دیگر، محمود اصلا یک شاعری تاجیک به خاطر اینکه در تمام احساسات مذهبی محمود بازی کند، میگه پادشاه میگه
تو پادشاهی میگو دینی، پادشاهی دینی، این مهرگان و صده اینا میگو رسمی گبراه میگو اصلا حتی تحریکش میکنن بعضی، اما قبول نمیکنن، میگو نه این جشن باید نه اینکه خودش اصلا فرزنداش 10 قصیده است برای محمود و برای مسعود در روز مهرگان. و نکته دیگر در جشن مهرگان غیر از اینکه برگزار میشد مردم میآیند، یک مردم باده گساری میکنن، شراب نوشی میکنن، یک کار دیگه است. در این روز اصلا رسمی هدیه آوردن بود. میگه جشن مهرگان شد، بعد فلان میگه رئیس فلان ولایت اصلا چی آورد برای سلطان، میگه جام آورد، طلا آورد، شراب آورد، یعنی با تمامی رسم و رسوم اون جشن احترام شد. و در زمینی همین سخن من یک نکته دیگه بگویم. شما لحظه بود دلیل دیگر که این دربار تاجیکی بود، وقتی که در جنگ شکست میخورند و تغرل وارد نیشاپور، تغرل سلجوقی ترکمن وارد نیشاپور میشوند، بیهقی میگه که اون نفری که همچون جاسوس برای ما نوشته بود چی شد، تمام این نوشت که تغرل آمد، وارد مردم آمدن، پیشواز گرفتن، به همچون سلطان او رو سلام کردن. بعد از بس که میگه لشکری هاش شهر شدند و بی‌رسمی کردند و مردم اذیت دادند و مردم غارت کردند، قاضی شهر، قاضی سعید، همه رفتن تبریک، قاضی سعید نرفت، چون قاضی سعید گفت که من نمیرم پیش اون. یک دومین قاضی سعید استادی مسعود بود، مسعود اون تعیین کرده بود. تغرل میدونست این چی آبرو داره، گفت قاضی رو گوید بیاید. این آمد و خواهش کرد که من میخوام بیا. میگه وقتی که آمدن در اون مراسم بسیار احترام کرد قاضی سعید، چون عالمی مشهور بود. گفت که من گفت دیگه تو رو اذیت نمیکنم با آمدن، من خواستم به طوری احترام گذارم و گویم که من آمدم، منم پادشاه، منم مسلمانم، منم اینا، تو هم اگر گپ داری برای من بگو، منو نصیحت کن. بعد میگه قاضی سعید ببینید جسارت ببینید، پادشاه خراسانه، پادشاه نوی خراسانه. گفت ببین، گفت در این تختی که نشستی، گفت در این تخت گفت قبلا سلطان مسعود می نشست. خدا این خیلی کارها دارد که آدم‌ها رو، حکومت‌ها رو تغییر میدهد و او رو به جای تو رو به جای او گذاشت. با بنده های خدا رحم کن، این لشکرت گو بی رسمی نکند، این میگو زشت باشد که پگاه در نزد خداوند جوابش تو میدی. میگه اصلا گوشت کرد و تعظیم کرد، میگه تغرل ترکمن و خیست گفت که آن چی گفتی من با او کار کنم، ما رسم‌های تاجیکان ندانیم. توضیح میگه وقت اول توضیح بود، بعد شکل توضیح بود. میگه ما رسم‌های، ما نه مردمانی نه و غریبیم، نه در اینجا غریب بیگانه ایم، رسم‌های تاجیکان ندانیم. رسم‌های تاجیکان نه تعاملی تاجیک، عرف تاجیک، دولتداری تاجیک، این اعتراف سلطانی اون به این. و آخرین نکته‌ای که من فکر می‌کنم باید بی‌جا نباشد در همین زمینه، ببینید وقتی که اون میدان جنگ دندانقان میشه، دندانقان که واقعا مشهور این کتاب، بله، میدان دندانقان یک حادثه بسیار عجیب نقل می‌کنند، شکست نقل می‌کنند که چه خیلی شکست خوردیم. محمود لشکرش به خاطر اون که در جنگ تحریک کنند، بین هم مسابقه کنند، لشکر عبارت بود، لشکری محمود از ترک، از تاجیک، از کرد، از عرب و از هندی، بله، دسته ها بود. وقتی جنگ میشد دسته ها میگفت ببینیم کی تاجیک، هر که حرکت میکرد بیشتر، و دسته اصلا جدا بودن. این سبب میشه بود یک مقصد دیگه هم داشت، از یک قوم برای چی به سامانیان فقط از ترکا کردن، ترکا اصلا اونا رو گفتن شپه کردن. محمود گفت که اگر من همش ترکای خود میکنم، از تجربه سامانیان لشکر تقسیم کرد. برای چی؟ برای اینکه یک تشگر قیام کنند با یک تیش در مقابل یک تاش، بسیار استراتژیک بود. همین موازنه‌ای که نگه داشت همچون همین در زمان مسعود. ببینید اداره کشور چقدر مهم است. یک فاکتوری که در زمان محمود عامل انسجام این لشکر و عامل پیروزی و موفقیت این لشکر می شود، وقتی که از نگاه اداری شما این اداره کردن نمیتوانید، عامل شکست می شود. در میدان دندانقان بیهقی میگه که ترکا اصلا ما یک روز پیش شب ما علاقه فهمیدیم که پگاه ترکا شاید اون کار کنند. چرا؟ چون میگه گفتن که اسباب بیشتر در از تاجیکا های سفردا میگن اصلا آمدن، میگن اول با تاجیکا سر کردن جنگ، لشکریای خودی محمود، و وقتی که سلجوقی ها آمدن سر شد جنگ، اصلا میگن همون گاردی سرایی که
اساس لشکر بود، اصلا طرفی وای گذاشت، طرفی سلجوقی ها گذاشت، به همدیگر با زبان ترکی دیدن و گفتن که یار یعنی یار ما اصلا اون طرف گذاشتن. کرد و عرب را کس نمیدید، کردا و عربا پناهش گریختن و هندو میگود فرار کرد و تنها لشکرانی تاجیک میگود، غلامانی تاجیک میگود بایستادن و جنگی به حد کردن با امیر. یعنی اینجا بیهقی حدیثی صداقت، حدیثی فداکاری تاجیک میگوید. و ببینید در جای دیگه میگه منو مانندی من، بعد همش میگه منو مانندی من تاجیکان نمیدانستیم در کجاییم و چون میرود. و ببینید چرا تاجیک اینجا میتونید شما 10 تا دلیل بیارید، من یک دلیل میارم. ترکای گاردی سرایی طرفی ترکمنا گذاشتن چون به هم دیگر مثلا به این سرزمین، به این بوم، به این لشکر، به این دولت کردا و عرب ها اینا مزدور بودن، همه پولشون میداد، پولی خوبشون میداد. اینا بخاطر اینا رو هم رنجیده بودن. چرا اینا تاجیکی که زیادتر لشکر پول نمیداد؟ چون میدونید چون در برابری وقتی که اینا ترکمنا رو دیدن، اینا صاحبی مملکت بودنشون. و اتفاقا یک چیز نکته دیگر، یک دلیلی که چرا در عصر سامانیان کلمه تاجیک نیست، در عصر غزنویان این کلمه پیدا میشد و فقط بیهقی به تنهایی نه، همزمانی بیهقی عنصری ملک الشعرای دربار غزنویان در اشعارش کلمه تاجیک به کار میبرد. چرا تاجیک در این عصر صاحب نام شد مگر در زمان نبود تاجیک؟ برای آنکه وقتی که تسلطی بیگانه، تسلط یک مردم، دولت سامانی دولتی تاجی، یعنی دولت خودی بود، وقتی اینها اومدن و اصلا اینها سر کردن دعوای اول پادشاهی، بعد شروع کردن، یعنی در مقابل همین انسان خودش فقط در مقابل بیگانه. مثال شما اگر در یک ناحیه زندگی کنید، در مقابل ناحیه هم خودتون معرفی کنید، وقتی شما در مقیاس کشور هستید یا از کشور بیرون میرید، خودتون اول همشون تاجیک معرفی میکنید، تاجیک و یا تاجیکستانی. در مقابل عنصری ترک مردمی تاجیک خودش معرفی کرد. این بیهقی گفت که منو مانندی من تاجیکان، یا که عنصری در شعرش گفت که ترک و تاجیک. یعنی وقتی دربار دقیقاً تقسیم شد، اونجا مشخص شد که ترکی هست، تاجیکی است. و باز بیهقی یک زیبایی دیگه دارد، کمبودی تاجیکا را میگوید، اما اسب دوران میگه همه چی دوران ولی جسارتش ندارن. میگوید این گپ، لیکن میگه آدمون آراسته و تازه و اسب دوران، حتی ثروت دوران ولی جنگیدن نمیتونن. یا که درایت و کفایت و دانشمندی تاجیک ذکر میکنن. و اون سپهسالار ترک میگه که ترکا میگود بسیار میگود در عدت و لشکر و این خیلی زورن، لیکن میگود در وقتی فکر کردن و اندیشه کردن میگود در این مسئله میگه اینا میگه در فریبشون میکنن، یعنی در فریب میخورن. یا یک نکته دیگر، وقتی که فرهنگ تاجیک ترک میگه که برای ترکمنای سلجوقی میگه برای میگه چرا میگه در جنگ ما شکست خورده شدیم در با ترکمنا، میگه برای اون که اونها میگه خانهشون بیابان است، بیابان ترکان را پدر و مادر است، چنان که ما را شهرها. یعنی دقیقاً بیهقی شناختی بیهقی رو ببینید، یعنی دقیقاً فرهنگ تاجیکی را از فرهنگ ترکی جدا میکنن. لیکن شما یگون جو نمیبینید که همین بزرگوار، من محبت من به خاطر همین است، به خاطر بیهقی که او رو پیرم مینامم، هیچگاه احساس نفرت ندارد. مورخ یک آدمی دانشمند باید احساس نفرت باید هیچگاه تخم نفرت نکارد. تخم نفرت به نه یگان گروه، نه یگان قوم، نه یگان حزب، نه یگان حتی دین و مذهب.